در موج برنامه اطلاعاتی خبر. جلسه یکجایه روزی پیام سالانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان معلوم شد. فرمانهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره گرانتگیری برای برق و راه. پیشبینی وزیر کرونا ویروس تا تابستان در تاجیکستان نیست می شود. از حق پدری و مادری محروم می شوند. جزای نو برای دلگی و تشکیل فاحشه‌خانه ها. در تاجیکستان مجسمه رمزی کتاب بنیاد می شود. با شرح پوره خبرها با شما هستم مهنیسار ایرکین. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان جلسه مشترک دو پلاته پارلمان را دعوت کرده است. طبق قرار امضا کرده زاکرزاده روز 26 ینور در شهر دوشنبه جلسه پنجم یکجایگی مجلس ملی و مجلس نمایندگان دعوت ششم برگزار می گردد. جلسه پنجم یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ساعت 9 در شهر دوشنبه دایر کرده می شود. خبر داد کاتبات پارلمان. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با دو امضای فرمان لایحه سازشنامه گرانتی با بانک آسیای رشد را تصدیق کرده فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه کشور آن را امضا نمود. بر اساس فرمانهای رئیس جمهوری تاجیکستان سازشنامه‌های جدید گرانتی با بانک آسیای رشد ساحه نقلیات و انرژتیک را فرا می‌گیرد. طبق اطلاع وزارت مالیه یک سازشنامه گرانتی برنامه رشد ساحه انرژتیک را در بر میگیرد. در مجموع مبلغ عمومی برنامه 105 میلیون دلار آمریکایی بوده. از آن 70 میلیون دلار برای کم نمودن تلفات انرژی برق توسط جاری نمودن نظام معاصر نظارت و حساب نیروی برق در شهرهای دوشنبه، پنجکند، استرافشان، اسفره، کانی بادام، بستان و ناحیه دنغره روانه کرده می شود. اطلاع داده است وزارت. جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی جمهوری تاجیکستان میگوید مریضی کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان میل کاهش یابی دارد. وزیر تاجیک در مصاحبه با اگنتی خاور اظهار داشته است که در تاجیکستان سرایت یابی کووید 19 میتواند در سال آینده کاهش یابد. با باوری او این مریضی در جمهوری تاجیکستان تا اوایل فصل تابستان شاید تماما نیست شود. ضمناً عبدالله‌زاده عامل‌ها را نامبرد کرد که راه پهن‌شوی دهشتبار این مریضی را در جمهوری تاجیکستان باز داشتند. عامل اساسی در پیشگیری کردن از موج این بیماری این به کرانتین فرا گرفتن شهروندانی که از کشورهای خارج به مملکت وارد شدند به حساب می رود. عامل دیگری که به کاهش یافتن شماره گرفتاران بیماری کرونا ویروس در کشور سبب گردید که قرار استاد جمهوریوی عاید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی برای پیشگیری انتقال من بعده آن جمهوری تاجیکستان می باشد. طبق قانون نوی جمهوری تاجیکستان شخصانی که به تشکیل یا نگهداشت فاحشه‌خانه ها اینچنین دلگی مشغول می باشد از حقوق پدر و مادری محروم می گردد. اطلاع داده است دفتر مطبوعاتی پارلمانی تاجیکستان. با لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر الهه ها به کدکس عائله جمهوری تاجیکستان در مجموع به 9 ماده کدکس عمل کننده تغییرات پیشنهاد گردیده. اینچنین دو باب نو الهه کرده شد که آن فراگیری 11 ماده نو می باشد. منبع تاکید داشته است از جمله به ماده 69 کدکس عمل کننده سرخطهای ششم و هفتم الهه کرده شدند که طبق آنها دایره اساسها برای محروم کردن از حقوق پدر و مادر زیاد گردیده. شخصانی که برای صادر نمودن جنایت ها به مقابل آزادی جنسی و دخل ناپذیری جنسی کودکان تا سن 16 ساله نرسیده محکوم شدند و شخصانی که به تشکیل یا نگهداشت فاحشه‌خانه اینچنین دلگی مشغول می باشند از حقوق پدر و مادری محروم می گردند. در مرکز شهر پنجکند ولایت سوخت مجموعه رمزی کتاب با بلندی 14 متر بنیاد می شود. رمزی کتاب با بلندی 14 متر در مرکز شهر پنجکند قامت خواهد افراخت. خبر داده است حکومت شهر. به اطلاع منبع حلقه دوره پایانی دیوارپایه 20 متر، حلقه پایانی 5.5 متر و دوره بالایی 4 متر را تشکیل می دهد. آن با 5 ستون پایه اشاره به نام قدیمه پنجکند یعنی شماره 5 و کت با زبان سوغدی دهه عبارت می باشد. در بالای ستون پایه دوره الکترونی جایگیر است که در آن مصرع‌ها از اشعار شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک همچون سطر روان منتظم پخش می گردد.
илова шудааст ки аз болои давраи электронии кураи замин бо истифодаи харитаи тоҷикистон ва дар кунҷи чап номи панҷакент омадааст. дар асоси тарҳ дар атрофи кураи замини тасвирёфта хомаву ранг ва китоби кушода нишон дода шуданд. дар китоб мисраҳо аз ашъори сардафтари адабиёти классикии форсу тоҷик одаму шаъро устоди шоирон абу абдуллоҳи рӯдакӣ ҳаккокӣ шуданд, таъкид кардааст манба. зикр шудааст ки рамзи китоб ба ифтихори баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст гузошта мешавад ки ба як озмуни миллӣ табдил ёфтааст. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.